سلام خدمت تمام دکتر صاحبای عزیز و بیننده های محترم. امیدوار هستم که همتون جور و صحتمند باشین، وقتتان بخیر باشه. و تقریبا ویدیوهای قبلی ما که ما گفتیم ما چینل به خاطر ساختیم تا که حداقل ترین کار ما به دکتر صاحبای عزیزی ما که معلومات مفصل درباره امتحانات خارجی است ارائه کنیم. متاسفانه نظر به مصروفیت که نزد ما پیدا شد، من نتونستم که در این اواخر برایتون ویدیو پست کنم، ولی با خود تصمیم گرفتم که حداقل تا با وجود مصروفیت هایی که دارم بتونم هر 2 هفته تا 10 روز بعد یک ویدیو بتونم به هموطنان خود پست کنم تا یک خدمت کرده بتونم. در پروگرام امروزی ما یک دکتر جوان و لایق که اخیراً امتحان یوسی ملی خود را پاس کردن، سکسس ستوری خود را به شما قسم میکنن، تجربه خود را همراه شما شریک می‌سازند که اونا کدام کارها را کردن تا امتحان را موفقانه سپری کردن، چه وقت امتحان را شروع کردن، آمادگی به خاطر از امتحان را چه وقت شروع کردن و کدام کارها را کردن اونا که بالاخره امتحان را موفقانه سپری کردن و ریکامندیشنی که به شما داره، یعنی کدام کارها را که مثلا اونا نباید میکرد ولی انجام دادن و ریکامندیشنی که به شما داره که کدام کارها رو باید در کدام وقت بکنین، کدام کارها رو باید نکنین، از کدام محتویات باید استفاده کنین. چون متاسفانه امروز یگانه چیزی که زیاد از محتویات بسیار زیاد است. ویدیوها را ببینید فوق العاده هزاران ویدیوها، صدها یا حتی بگیم اگر صدها شاید نباشه 10 چینل های طبی به خاطر همین امتحانات ساخته شده است، به خاطر همین امتحانات که اگر کلش آدم بخونه شاید سالها وقتش ضایع شد. کدامش مهم است، کدام چیزا که مثلا اونا خواندن دیدن که خیلی مفید نبود که به شما ریکامند نمیکنه که شما نخونید. یا مثلا شما صنف چند هستین چی کارا رو باید بکنید، اگر شما صنف 1 هستین باید کدام مضامین بخونید، اگر شما در صنف آخر هستین باید از کدام رفرنس استفاده کنید، اگر شما ماهای آخرتان از باید کدام رفرنس ها رو استفاده کنید. پس من از تمام شما خواهش میکنم که همین ویدیو ها رو ببینید، نوت بگیرین ازش و یک نظر به توصیه های دکتر صاحب، نظر به ریکامندیشن دکتر صاحب، شما یک پروگرام درسی بسیار خوب منظم به خود جور کنید. اونایی که امتحانشون در این اواخر از شما گوش بکنین که در هفته قبل از امتحان چی کارهایی باید شما بکنین و چی کارها رو باید شما نکنین. بعضی چیزا هست که آدم چون خیلی استرس داره اصلا نمیفهمه که چی کار باید بکنه، چی چیزا رو باید بخونه، کدام چیزا رو باید ریویو کنه، کدام چیزا رو باید ریویو نکنه، یا مثلا چند روز قبل از امتحان چی کارا باید بکنه. آدم در جریان امتحان خود را قسم میکنه براتون که امتحان مثلا چی واقع میشه، بعد امتحان که باید چی کارا بکنه اونا کلش براتون به شکل مفصل تشریح کرده و همچنین برایتون درباره مصارف یوسی ملی که مثلا امی استفانه که امتحان داد چقدر مصرف آمد از این که اینا مثلا یوسی ملی آیدی از یا چقدر مصرف داره، امتحانش چقدر مصرف داره، مثلا درباره مصارفش هم گپ زده. و در این اواخر اکثریت از دکتر صاحبا و محصلین عزیزی که در افغانستان هستن چی در خارج هستن به ما اکثرشون مسیج کرده بود درباره پلان های درسی. متاسفانه اکثریتشون جواب دادن نتونستم به خاطر مصروفیتی که داشتم. ما کوشش میکنیم که یک ویدیو به شکل مفصل در این باره درباره پلان درسی جور کنیم. بس اکثریت شما یک خواهش دارم که دکترایی که در افغانستان هستند کوشش کنن که یک تیم منظم، یک تیمی که هدف تمامشون یک چیز باشه، با یک هدف کار میکنن، جور کنن. یک تیمی که اگر در یک پانتون اکثرشون نباشه در یک ولایت باشن، یا که حتی در یک ولایت که نباشن در ولایت‌های مختلف باشن، به شکل آنلاین یک تیم منظم با یک پلان درسی منظم جور کنین، شما حتما جای میرسین. متاسفانه در این اواخر اکثریت دکتر صاحبای ما مسیجایشان دریافت میکنم که اونا بسیار مایوس هستن. اونا فکر میکنن که یک آینده تاریکی در پیش روی دارن، یک آینده تاریکی دارن که فکر میکنن که طب خلاص کردن هیچ دیگه. ولی باور کنید دکتر صاحب این چندین کشور است که ما
کشورهای اروپایی و آسیایی که ما می‌گردم همراه بعض از دکتر صاحبای افغان ما و بعض دکتر صاحبای دیگر ما دیدار داشتیم، در اکثریت جا به ما اونا گفتن که اونا با کمبود دکتر مواجه است. امروز اگه ما بگیم شاید در دنیا، در اکثریت قسمت‌های از دنیا دکتر نیاز است. اونا ضرورت به دکتر دارن. اونا البته دکترای خوب، دکترای که به استاندارد جهانی ترین شده باشند، دکترای که به استاندارد جهانی درس خوانده باشند، دکترایی که امتحانات استاندارد یا امتحانات بین المللی را پاس کرده باشند. ما یگانه چیزی که داریم در افغانستان لیاقت است. اکثریت دکترای ما خیلی لیاقت دارند، لایق هستند، واقعا درس خوان هستند، واقعا لیاقت دارند، ولی کسی نیست که راه را برشان نشان بده. ما کوشش میکنیم که حداقل کاری که ما بتونیم راه درست را به شما نشان بدیم تا وقتتان ضایع نشه. متاسفانه ما چیزی که زیاد در به خاطر امتحان، در وقت امتحان دادن، در وقت آمادگی، اکثریت چیزی که ما وقت ما ضایع میشد در آماده کردن مواد درسی و یک راه درست بود که حتی چندین ماه را میگرفت. هم دوره های ما شاید شاهد از چیز باشن که ما بعضی چیزها را که در وقتش باید به دست می‌آوردیم او را خیلی یا اصلا به دست نآوردیم یا خیلی پسانتر یا خیلی دیرتر به دست آوردیم، یا حتی بعضی چیزها را که ما باید در جریان آمادگی می‌خواندیم او را بعد امتحان به دست آوردیم. پس من از تمام شما خواهش میکنم که شما با یک تیم بسیار مجهز، یک پلان کاری و یک پلان درسی خیلی خوب پیش برین و میفهم کلتون لایق هستین، لیاقت دارین. شما 1 سال زحمت بکشین، من این رو براتون گارانتی میکنم که شما به یک جای خیلی بالایی میرین و خاطر خودتان که شروع کنین، خاطر فامیل، پدر، مادر، فامیلتان که شما رو میخواید در یک دکتر موفق ببینه، شما کوشش کنین درس بخونین، به خاطر وطن خود، به خاطر افغانستان درس بخونین. و یک تقاضا از کسایی که در رأس هستن، کسایی که در یک کشور، در هر کشور از دنیا با وجود سختی‌های خیلی زیاد در یک جای خود را رساندن، من از شما تقاضا میکنم که لطفاً دست جونیورایتان رو بگیرین. کسایی که جدیداً میخواه این پروگرام رو پیش ببره، میخواه به یک جای بره، لطفاً تا حد توان اگر میتونن کار کنن، بیاین دست به دست هم داده تا همه ما با هم یک جای برسیم. تمام کسایی که از افغانستان هستن با هم یک جای برسیم. تمام دکترای افغان ما، تمام محصلین افغان ما که امروز در شرایط شاید سختی باشن ولی درس میکنن، بیاین که دست به دست هم داده تا حداقل سیستم طبی افغانستان را به پای ایستاد کنیم. میریم به طرف پرزنتیشن گوش میگیریم و هر کس از شما ما میگم که کسایی که این ویدیو رو میبینن اگر فکر میکنن برایشان کمک کننده است، میشه همراه کسای دیگر که اونا این ویدیو رو ندیدن یا درباره از این معلومات نداره، میشه همراه از اونا شریک بسازین. و یک چیزی که من از شما میخوایم این است، هر کسی اگر در هر گوشه از دنیا باشه، اگر فکر میکنه که یک معلومات مفیدی داره، یک معلومات مفیدی درباره امتحان داره، درباره مواد درسی داره، در هر باره اگر فکر میکنه که به یک کسی مفیدتر است، به افغان ما مفیدتر است، من از اونا تقاضا میکنم که بیاین امی چینل ما یک پل ارتباطی است. به خاطر از اونا میشه به شکل یک پرزنتیشن یا به هر نوعی که خودشون دوست داره، میشه معلومات همراه دیگران شریک بسازه تا اونا امی راه رو تعقیب کل ما با هم در دکترای خوبی شویم. خب میریم پرزنتیشن گوش میگیریم. هر سوال، نظریات، هر چیز داشتین میشه در کامنت به ما ذکر کنین، یا درباره هر چیزی که میخواستین معلومات دریافت کنین میشه در کامنت ذکر کنین. ما کوشش میکنیم که با دکترایی که یا امتحانات رو موافقانه سپری کرده یا در همونجا اونا از همونجا هستن، در اونجا وظیفه دارن، همراهشان یا مصاحبه داشته باشیم یا حداقل یک پرزنتیشن با ما آماده کنه برای شما ارائه کنیم. خب میریم با هم پرزنتیشن گوش میگیریم. چیز سوال اگه چیزی داشتین میشه پرسان کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درباره خود پروسه آمادگی به امتحان گپ میزنیم، درباره شیوه درس خواندن، ریسورس یا منابع مختلف خود امتحان، طریقه درست استفاده از ریسورس یا منابع خود امتحان اصولی 3 خب به خاطر آمادگی اینجا دو پاتویش و دو سناریو است. یکی که اگر کسی
محصلت باشه و with sufficient time to study، وقت زیاد داشته باشه که درس بخونه، وقت زیاد باشه، مثلا سمسترهای 4 و 5 باشه، 1 و 2 5 و 6 و سمسترهای 8 باشه. با اینا یک پاتوی است، یک قسم میتود درسی است. کسایی که گریجویت هستن، کسایی که مینیمم تایم دارن به خاطر مطالعه، با اینا یک شیوه دیگه است. خب کسایی که هنوز ماستر هستن گفتن نمیتونم که مثلا با اینا که شما برین فرست اید کتاب بی ان بی و یول بخونین و خلاص دیگه، به خاطر که بیاز بیسیک ساینس هنوز قدر معلومات ندارن. به خاطر خوب است که فوکس بکنن سر میجر تکست بوکس، مو رفرنس های انگلیسی، مثلا روبوت پاتولوژی است، مثلا پینکارت بایوکیمستری و مثلا پینکارت فارماکولوژی است، مثلا لاورنسون امو ایمیولوژی و مایکروبیولوژی است، گریز آناتومی است. این گپا تکست بوک های است که با زبان انگلیسی بخونن خیلی خوب است، بهترین گپ است. و گپ دیگه ای است که اینا ویدیو دکتر نجیب ببینن، به خاطر که یگان دکتر سفید بگه که ویدیو دکتر نجیب خیلی مفصل است، خیلی زیاد است، خیلی طولانی است، خیلی وقتی است. تو وقت گیر است اصلا 7 سال، و به خاطر تو بس که کانتنت محتویاتش خیلی زیاد است، 7 سال است. به همون خاطر به نسبت 7 سال، 1 سال که ویدیو دکتر نجیب کسی بخونه به نظر من هیچ چیزی نیست و او زیاد موثر است. 700 ویدیو و 700 ویدیویی که داره بهترین شیوه درسی است، بهترین دیاگرام رسم میکنه، بهترین نوع قسم کانسپت برات میرسونه. یعنی زیاد خوب است به نظر دیگر ریسورسز کسایی که مثلا دست مستقل اول هستن، وقت دارن، سفیشنت تایم دارن به خاطر استفاده است، به خاطر مطالعه. من به خاطر پیشنهاد من میاد که تمام ویدیو راجع به کلش هیچ یکیش باید مس نشه، که نوتاش باید گرفته شود، فقط دیدارم نوت گرفته شود که همون چیزی که رسم میکنی، چیزی که در ذهنت میمونه، همون در ذهنت باز خوب صحیح میمونه. من به خاطر اگر وقتی رو مثلا قدر موثر است. بعدن کسایی که وقت ندارن، کسایی که دوره ستاج هستن، فارغ شدن و تخصص اپلای امتحان تخصص افغانستان میخوان که آمادگی بگیرن، کسایی که فعلا میخوان امتحان اگزیت بدن، نمی دورایی هستن که وقت ندارن، جنجالشون زیاد است، مسئولیتاشون زیاد است، میخوان امتحان است یک بدن. به خاطر با اینا یک پاتوی دیگه است. ولی کسایی که مدیکال استودنت هم هستن، اینا که اگر این تکست بوک و داکتر بخونن، باز گفته آمیانه هر دوشون در یک نقطه گیر میاین. هم کسایی که مثلا وقت ندارن، کسایی که وقت داشتن و از استفاده کنن، اینا رو میخوان که مثلا با این سیستم آمادگی بگیرن، از یک قسم سیستم استفاده میتونن که مورد تریلوژی میگم پیش خود. تریلوژی یعنی کتاب فصل فور یو اس ام استپ یک است، بورس اند بیاند ویدیوز و یو اس ام یو ورلد یا مو کیوان که خود یو ورلد است که 3700 سوال داره. خب کتاب فرست اید تقریبا 710 صفحه است. یعنی چیزی که مهم است، چیزی که در امتحان شامل است در کتاب فرست اید است. یک کتاب خیلی جامع است، فقط بر ریویو است، کسایی که بیسیک کانسپت داشته باشن، از بیسیک ساینس داشته باشن، کانسپت یک فاندامنتالز سبب فهمن، به مخاطب اونها خوب است، زیاد خوب است برشون که با ویدیوهای بی ان بی اینا یک جای بکنن و بخاطر هر سیستم مثلا با کیمستری شروع میکنین، که ویدیو بی ان بی خلاصش میکنین، بعدن شما سوالای بایوکیمستری مثلا میخونن از یول 3700 سوال داره، به شکل تکست بوک باید استفاده شود ازش. این خیلی مهم است. بعضی مردم سلف اسسمنت رو استفاده میکنن، تا جای خوب است، ولی یول کانسپت هایی که در یول نهفته است باید کلش خوب صحیح خوانده شود، هیچ چیزش باید نمانه. حتی سوالی که صحیح شده باید آدم از پیش خود سوال بکنه که چقدر همین کانسپت رو میفهمیدی که صحیح کردی، یا گزینه دی چرا غلط است، یا فرض کنین ای چرا صحیح است مثلا، یا بی چرا غلط است. اینا همه قسم به می اپروچ که یول این قسم بخونن خیلی خوب است براشون که هیچ کانسپت در یول نمانه از پیششون. 3700 سوال کلش کاور بکنن. دیگه کتاب فرسیر بخونن، یک سیستم شروع بکنن، کاتب بی ان بی، باز آخر از همون سیستم یول کار بکنه و فلش کارت بگیره، و کسایی که آنلاین کار میکنن بهترین کار میکنن، کسایی که آفلاین کار میکنن هم داخل باز درباره اپلیکیشن ای ام دی گپ میزنم که بهترین اپلیکیشن، کسایی که مثلا 600 دلار نمیتن، مثلا 40 دلار میتن، به کسایی که امتحان مثلا یول مثلا میخواین که قسم با یک نحوی آنلاین کار بکنه، با همون یک نحوی باشه که دیگه مثلا براشون پرسنتیج بکشه بگه. خب مثلا گپ میزنیم خیلی اینا فقط یک تریلوژی که شما ساختین به خاطر آمادگی امتحان فرست ایرز بی ان بی اس که یول است. اینا در این مدت زمان شما باید پروگرس خودم ترک بکنین، چیزی که خواندین باید ترک شود، باید بفهمید که در کدام سطح قرار دارین، در کدام لیول قرار دارین، که در کدام لیول امی پریپریشن خود قرار دارین. به خاطر ما شما امتحانات ان بی ام داریم یا نشنال بورد اف مدیکال اگزامینیشن، یعنی کسایی هستن که امتحان کانداکت میکنن، کسایی هستن که امتحان میگیرن. باز مردم همین قسم یک فرم ها هم ساخته، هر فرم 200 سوال داره، باز به هر فرم یک نام جداگانه داره. مثلا ان بی ام 25، ان بی ام 26، 27، 28، 29، 30 تا 31 اینا ان بی ام ساختن از اول تا 31. ولی کسایی که از ان بی ام 25 هست کار نمیکنه، به خاطر که چیز کار دست پوینت تست میشه. در ویدیو ان بی ام های نو که دست تطابق داره، مثلا از 25 به بالا کار میکنه، از 25 به پایین هم کار میکنه تا 20، ولی از 20 به پایین کسی کار نمیکنه، کسی ریکامند نمیکنه اون. به خاطر ولی چیزی که مهم است ما که میگیم ترکینگ پروگرس، میگیم که پروگرس خودت که تو ترک میکنی همین ان بی ام
به شکل استادی متریال نخوان، یعنی به شکل سلف اسسمنت کارش بکن. اگر تو یول به شکل استادی میخوانی خوب گپ است، به شکل تکست بوک میخوانی کارش میکنی، مثلا چیزی که یاد نداشتی نوت میگیری، چیزی که یاد داشتی سر زبان فوکس میکنی که یاد بگیری. ولی ان بی می فقط به سلف اسسمنت است که تو عمود سوالا که حل میکنی به خود یک 5 ساعت سشن جور کردی، اما قسم یک انوایرمنت که میخوای امتحان بدی، اما قسم یک انوایرمنت محیط به خود جور کردی، امتحان میتی پرسنتیج خود میکشی. وقتی پرسنتیج میکشی فرض کنین اگر از 65 70% و 75% بالا باشه، خودت میفهمی که مثلا تو در سیف زون هستی، تو میتونی که یک هفته بعد امتحان بکنی تو کامیاب میشی. چانس کامیابی 90%، 95%، 99% باشه. خب اینی گپ است که این بی می باید به شکل سلف اسسمنت کار شود. یگان دکتر صاحب می این بی می کار میکنه در وقت اول پریپریشن خیلی تو که آخر باشی خیلی توسط چی باز تو خود اسس میکنی. این خیلی گپ مهم است. خب باز وقتی که تو سلف اسسمنت میتی بعد از اون میتونی که چیزی که در ان بی ام است اون خوب دایجست بکنی. یعنی فرض کنید 200 سوال است، از 200 سوال 40 سوال غلط کردی، اما 40 سوال خوب سرش فوکس میکنی که چی هست، چی کانسپت است، چه قسم مفاهیم در اون نهفته است که برای خوب صحیح بازیات میگیری. بعد از اینکه امتحان خود میتی، بعد از اینکه خود اسس میکنی، بعد از اینکه خودت پرسنتیج خود میکشی، بازی کار میکنی. خب عیناً شکل ان بی می و یو دبلیو سی داریم که از خود یول اینا را ساخته، یا یول سلف اسسمنت است. 1 2 3 فرم داره، 160 سوال هر کدامش داره و 4 بلاک هر کدامش که بلاک 40 سوال است، 160 سوال میشه. یعنی آنلاین کارش خیلی خوب است. کسایی که مثلا آنلاین یول دارن اونا میتونن که کار بکنه. کاتشبی پکیج خود یو دبلیو سی می 1 2 3 هر چیش می وقتی که اینا میتونن امتحان یک اسکور نومریکال به اینا میکشه. نومریکال به اینا که همون نمره اسکور سی عددی برشون میکشه، مثلا 240 نمره 50 60 نمره میکشه. این قسم یک اسکور برشون میکشه و بعدن برشون میگه اگه تو آنلاین کار بکنی برشون میگه که در این سیستم تو ویک هستی، این سرش کار بکن. زیاتر دکتر صاحب در بایوستاتس مشکل دارن، دکتر صاحب که هستن در پابلیک مشکل داره، اتیکس است، بایوستاتیکس و اپیدمیولوژی. دیگه په خاطر که ما کاور نمیکنیم زیاده پنتونو دیگه په به خاطر یک قسم با شما شاید یک قسم مشکل باشه. به خاطر زیاتر وقت یعنی هدف من است که شما امتحانات یو دبلیو سی رو میتین با شما اما ویک پوینتش دانه براتون میگه، باز شما سرش فوکس بکنید. و 4.20 عیناً همین قسم این بی می یو دبلیو سی وارسته که اینی ده باز خود یو سی می کشیده، خود ای سی ام جی وقت از سرچ میرین یو سی می سرچ میکنین همین 4.120 آفلاینش هم قسم اموجه ماندگی است. وقتی اون دانلود میکنی بخود به شکل پی دی اف پیش کتابش به خود کتابش هم داخل کار نکنی، کل چاپ میکنی، همون حل میکنی، القا میکنی، هر سوال 3% میکشی. اگر از 70% بالا باشه، از 70% بالا باشه، تو در سیف زون هستی، تو میتونی که امتحان خود بکنی و چانس کامیابی زیاد است. خب اینی سه مورد است که از طریق قضیه ما شما میتونیم که پروگرس خود ترک بکنیم، ببینیم که آیا آماده هستیم یا نیستیم. اگه کسی که مثلا قپایسی هم گفته مصرف میکنه، همه قدر خوب باید پیش خود راحت باشه که بله ما میتونم که امتحان خود بدم، به خاطر که در NBME 28 مثلا در NBME 28 ما 82% گرفتم یا 35% گرفتم. به خاطر خیلی خوب است که ترک شو پروگرستون، همین چیزی که میخوانید باید ترک شو. از این نترسید که مثلا امتحان میتونم از NBME امروز چطور شود، بتین امتحان بتین یک دفعه که یک راوند فرست رو بی ان بی و یه ولک خلاص کردن، یک NBME بتین امتحان NBME بتین. خب اینا گپ ایجاست که شاید زیادتر دکتر صاحب فکر بکنه که پاتوما کجاست اینجا فرض کنید اسکچی مایکرو اسکچی فارم کجاست، چرا نوت لیست نکرده. اینی سه چیزی که هستی مهم هست. ولی شما باز وقتی امتحان ان بی می میتین یا یو دبلیو سی میتین یا پیش خودتون وقتی بی ان بی رو میگیرین اما ویدیوش میبینین صحیح دایجست نمیکنین، صحیح هضم نمیکنین، یگان مفاهیم در یگان مضمونا با شما میگین که مثلا من در فیزیولوژی ضعیف هستم، من در پاتولوژی ضعیف هستم، در اسکچی در مایکروبیولوژی ضعیف هستم، من در آناتومی ضعیف هستم. اینا رو با سپلمنتالی یگان ریسورس منابع است که شما از استفاده میتونین. مثلا ما شما داریم منابع به شکل با فیزیولوژی کسایی که میخواین که به فیزیولوژی خوب شون بهتر شون، هنوزم میتونن که بیارس فیزیولوژی کتابش که 300 صفحه سوره کار بکنه بیش خود، یا کاستاینز فیزیولوژی که بهترین کتاب است 400 صفحه است، بهترین کتاب است که این رو کار بکنه. کسایی که در پاتولوژی خود ویک حساب میکنن در پاتوما را که ما د ابسولوت 20 منش کردیم کاتش، یعنی چیزی که در پاتولوژی از پاتوما است. یگان دکتر میگه که سی چپتر اول پاتولوژی پاتوما خوب است، ما میگیم کلش خوب است. کسایی که در افغانستان که ما شما هستیم قدر بیس ما قوی نیست، که مثلا از کتاب پاتوما که بهترین کتاب در سطح جهان ما میگم از خود پاتولوژی، ما سی چپترش بگیرم چرا قد چانس میکنم کلش میخوام 260 صفحه است 200 صفحه است کلش میخوام خیره دیگه ما کلش میخوام مشکل نیست. من خاطر اینی که پارس فوکس بکنید سرش، به خاطر که اگر تو از پاتوما و پاتولوژی بخونی در فرست فقط یک ریویو میکنی. اگر تو مثلا مرزای مثلا ای ام ال مثلا سی ام ال در خود هیماتولوژی بخونی در فرست فقط یک ریویو میکنی سرش. مثلا یا مو جینایی که در چپتر 3 خود پاتوما هستن، مثلا جینایی که خود تیومرز مثلا ریلیتد هستن، اما دیگه اگه پاتولوژی بخونی از پاتوما اگه تو بخونی خیلی برات آسان میشه. یعنی خوب از کتاب پاتوما بهترین کتاب است که ویدیوهاش ببینید، ویدیو دکتر ستار دیگه 5 سال ویدیو است. خب کسایی که در آناتومی مثلا خود ویکس میکنن، شلف نوتس کار بکنن، 200 سلاید است بهترین ریسورس با کسایی که آناتومی مثلا بریکل پلکسس مثلا نمیتونن صحیح درک بکنن، یا لور لمب آناتومی است مثلا
اینی که یا مثال کسایی که کورنری آناتومی رو میخوای مثال خب یاد بگیرن یعنی شفنوس خوب است اسلاید است اگر سرچ بکنید در گوگل براتون میاد 200 اسلاید است خیلی ساده و رو میتونن دانلود بکنین و بخونین کسایی که در اتیکس خود ویکس میکنن یا دمو بایوستاتستیکس به خاطر بایوستاتستیکس شما رندیل نمیتونن که ببینید در یوتیوب این جزء کامل میکنن کل از مردم بهترین ریسورس به خاطر بایوستاتستیکس به خاطر که ما شما نخوادیم بایوستاتستیکس اگر از فرسی رو بی بخونی فقط یک ریویو خیلی ساده است میگه که چی میگه یک قسم آدم میشه به خاطر اگر رندیل بخونین باز خوب است در مفصل و بحث کرده ترش و در قسمت اتیکس که جدار سوالات انتخاب امتحان بود ما از پاتولوژی و فارماکولوژی زیاد خوانده بودم به حد اندازه زیاد خوانده بودم هر سوال اگه دعا میکردم که می سوال از پاتولوژی و فارماکولوژی باشه ولی همون سوال باز از اتیکس می بود دیگه کمیونیکیشن کوشش کنین سر اتیکس باید زیاد سرش فوکس شوه همون 100 کیس اف اتیکس بای کانر فیشر یا دری مدیسن همین دو تا میتونه هر دوش بخونه به خاطر که کمیونیکیشن سوال خیلی زیاد بود که مریض چه رقم برخورد شوه که مریض همون سیمپاتی چه رقم یک قسم همنوایی چه رقم جور شد که مریض قسم من خاطر امین کمیونیکیشن سوال خیلی کلارم بودن اسکیم سوالاتم زیاد بود و جواباتم زیاد وقت سیمیلر می باشه من خاطر خوب است که فوکس جوش و یکون پرینسیپل است که در اتیکس خوانده شوه و از روی از با شما سوال جواب بتونید که بتین من خاطر کسایی که میتونن مثلا کسایی که ویژوال لرنرز هستن کسایی که میتونن فوتوگرافی میبینن خوب است میبینن چیزا در ذهنشون یک عکس میگیرن باز از ما عکس تشریح میکنن چیزا مثلا اسکچی مایکرو را میتونن که استفاده بکنن اسکچی مایکرو مثلا باکتریولوژی ویرولوژی مایکولوژی و پاراسولوژی تقریبا 160 سلاید است کلش مثلا 160 اسکچ از کلش که ویدیوهایش اگه پیدا بکنن او رو بخونن کسایی که مثلا میگه استافوریاس تو دیگه همو کل چیزی که همو عکس از کلش یا بیادات است هیچ چیز نمیمونه پیش خود امتحان یعنی اگر تو اسکچ مایکرو بخونی در خود امتحان اگر هر قسم سوال مایکروبیولوژی بیاد تو اصلا مثل نمیشه این از تجربه خود میگم ولی بازم کسایی که ویژوال لرنرز نیستن میتونن که فرست بخونن که بی ام بی بهترین ریسورس است کریم استفاده بی ام بی در خود فرست مایکرو از میتونن که بخونن اسکچی فارم زیاد دیتیلز داره زیاد دیاگرام داره و من فقط به خاطر دیدم که چیزی که در ویدیو همون نفر میگه از اون یک چیز برداشت بکنم که بعد خود دیاگرام جور بکنم در پالی از ماکسون در پالی از در خود ورقه فور به خود یک دیاگرام دیگه جور کردیم که خیلی خلاص ساده است بزن قسم خوش میاد به نظر من به خاطر که اسکچی فارم خیلی زیاد جزئیات یا دیاگرام خیلی زیاد داره فکر نکنم کسی رو رکامند بکنه ولی بازم میگم که هر کسی استادی اپروچ خود داره هر یک کسی میخونه کسی نمیخونه چیزی است که کلش پیورلی بای اکسپریانس است کلش ممازات کسایی که ویک هستن در نیوراناتومی و در بایوکمیستری میتونن که کپلان گوش کنن براشون سیل بکنن اونا رو در نیوراناتومی کسایی که مثال خود خوب سعی کانورن حس نمیکنن میتونن که ویدیوهای دکتر وایت ببینن بهترین درس میده بهترین ریسورس است کسایی که وقت دارن ببینن خوب است براشون در بایوکمیستری مثال تو میری کتاب فرستیره میکشی میبینی که تو دکتر شبای است که باز گفتم که کتاب فرستیره برو بخون بایوکمیستری دو روز بعد آمدن که مثال زیاد مشکل است یا وقت که درکش خیلی سخت است و خاطر شما میتونن که کپلان ببینین بایوکمیستری دکتر کور ببینین خوب بهترین ریسورس است و یک چیزی که من میخوام بگویم کیوبانک است سوالات خیلی مهم است امباس حالا که یول دیگه فکر کنین تا جای خود میرسونه برش امباس خیلی خوب است یا چیزای نو یا چیزای های کانسپت هایی که مثلا مهم است در امتحان در امباس است کوشش بکنید سوال حل بکنید ما به خاطر که این ریسورس از زیادتر کار کردیم و دیدیم به خاطر که ما وقت زیاد داشتم سمستر سی آمادگی میگرفتم ولی بنابر مشکلات زیاد دیگه تا سمستر بودم من به خاطر یگانه چیزی که ما زیاد افکتیو میبینم یا میگم که زیاد افکتیو است امو کیوبانک است امباس است آرکس کپلان است یول است این چیزا بهترین ریسورس است تو اگر وقت سوال حل میکنی اگر یک کانسپت صحیح داشته باشی سوال غلط میکنی بعض وقتا اگر تو سوال زیاد حل بکنی باز لمو باریکای خرد مثلا لب ماینات لابراتوار مثلا یکون جینس مثلا یکون حتی دبو خود ایج خود مریض تو میبینی تو خوب صحیح میبینی که فقط سوال طرفش میبینی که تو مثلا میخوای که از چی پرسان بکنه این وقت میشه که تو زیاد سوال حل بکنی فقط وقت میشه که مثلا تو سوال زیاد حل بکنی بفهمی که مثلا اصلا امی اگزامینر که از تو یک چیز پرسان میکنه میخوای که اصلا بفهمه که همین نفر که از پیش از مسئله میکنم آیا می کانسپت یا داره یا نداره یک شب به یک نوعی هست پرسان میکنه که همین قسم یک اکسپریانس یک تجربه وقت برات جور میشه پیدا میشه که تو سوال زیاد حل بکنی طرف سوال که میبینی میفهمی که از کدام مضمون است و چی رو پرسان میکنه دیگه به خاطر کسایی که وقت دارن کسایی که اگر وقت دارن نداره یول باید 100% است یول 100% است او نمیشه که من نمیتونم یعنی وقت ندارم و کسایی که وقت دارن امباس کار بکنن کسایی که زیاد وقت بیخی زیاد دارن سمسترهای 6 7 هستن وقت زیاد یعنی خیلی وقت دارن آرکس و کپلان هم کار بکنن شکلات براشون خوب است به فیصدی زیاد گفتم میتونم که زیاد خوب است براشون یک اکسپریانس براشون هر سوالی که غلط میکنین اتونی که مثلا میس بکنین بفهمین که چرا غلط کردین بازینی یک قسم یک چیزی میشه که وقتی یول کار میکنین اگر شما پیش از یول امباس کار کرده باشین یا مثلا اگر کیوبانک دیگه را واسه یول میرین که یول بخی کرش میکنین
یعنی یول مانداتوری 100% است، باید کار بکنه. دیگه آپشنال است. کسایی که کار میکنه، کسایی که نمیکنن خب دل خودشان. ولی اینی که پاک کلش وقت گفته میشه که تو پروگرس خودت چک بتونی. اگر تو فرست اید بین بی و یول بخونی و امتحان امتحان این بی میبتی فیصدی خوب است 75-80% است. تو دیگه ضرورت نیست که مثلا تو 1000 قسم چیز دیگه بخونی. اگر ضعیف است مثلا ان بی می 50% میبری. مجبور هستی که بفهمی که کجا غلطی کردی، در کدام سیستم ضعیف هستم. از می ریسورسز یکی چپک میکنی، میبری میخونی، بس خلاص ان شاء الله دیگه دفعه امتحان بی بی که بتی میبینی که استرونگ پوینت یا چیزی که مثلا وقت ویکست پوینت بود حالا برات یک چیز خوب شده، اما نمرات بالا کرده. در این قسم یک اپروچ که شما پیش برین زیاد افکتیو است. با اینکه شما تریلوژی ساختین بخود یک مثلث درسی به خود ساختین، کل فوکس تون همو است. این امتحان ان بی میتین بعدن چیزی که مثلا ضعیف هستین از می پیک میکنین، کلش نمیخورین. کسی که وقت داره اگه میخونه کار خودش است، ولی کلش ریکمند نمیکنم به خاطر که زیاد میشه، 2 سال میگیره. ضرور نیست. کسایی که میتونن 1 سال آمادگی 8 ماه 9 ماه 10 ماه آمادگی بهترین گپ است. بشینن روز 8 ساعت و 6 ساعت بشینن ان شاء الله بخونن، ولی میس نکنن، گپس نباشه. قسم که اول گفتم گپس اگه باشه باز یک ماه که تو کانسیستنسی داشته باشی، یک روز و 2 روز خیره، یک هفته که بانه باز کل چیز خراب میشه، حتی نمیفهمی که از کجا باید شروع بکنی. این قسم گپس و این قسم گپا باز خراب میکنه و گپ میرسه به 2 سال و 3 سال و 4 سال دیگه متمیمون است میشه. دیگه به خاطر اینی ان شاء الله که مفید و خشنده باشه. درباره خود کاست یوسملی اگه بگویم، خود درباره یوسملی استپان فقط میگم بخاطر که ویدیو درباره مرحله اول امتحان است. ای ایدی که از فری است، پیسه نمیگیره. ایدنتیفیکیشن سرتیفیکیشن فرم که گفتم براتون $160 است. و خود امتحان $1195 است یا $1195 است که $1000 خود امتحان میگیره و $195 خود سنتر میگیره از پیش شما. سنتر اگه بگویم بهترین سنتر به نظر من خود اسلام آباد خوب است، جای پاک است، جای خوب است، محیطش خوب است، هوایش خوب است، گرمی زیاد نمی باشه. دمو F6 کسایی که رفتن شاید دیده باشن، کسایی که امتحان دادن قسمت F6 یک سنتر است. پرومرک سنتر وقتی که میرین استافش خیلی فرندلی است، خیلی پروفشنال استاف داره. اونجا که میرین امتحان یک روزه که میتین یگان موارد است باید که من نظر بگیرین پیش از امتحان باید خوب کرده باشین. کافی نگیرین موارد، اگر کافی بگیرین ساعت 9 بجه که موارد کافی بگیرین با ساعت 2 بجه خوابتان ولی 3 ساعت خواب بکنین. واسه بمی خواب باشین واسه نمیشه دیگه کوشش بکنین یک چیز صحیح که خود ببرین، به خاطر خوردن، به خاطر نوشیدن دیگه ان شاء الله که میشه. به خاطر پیش از امتحان درس نخونین یک روز پیش از امتحان، به خاطر که شما درس خوندین چیزی که مهم بود نکردین. من مثلا که مثلا یا مقامایی که درس خوندین دیگه یک روز شبیه شما ایگنور بکنین، فقط تفریح بکنین به خود. بعد از امتحان زیاد فوکس نکنین سر سوالای غلطتون که مثلا سوال ما غلط کردیم ان شاء الله که کامیاب میشین ان شاء الله. به خاطر که فیصدی بیشتر از دکتر سبایی که من میبینم وقتی امتحان میتونن ان شاء الله که کامیاب هستن. هیچ کس من نشدیم که فلان امتحان خود بکرد و ناکام شده خود نخواسته. حتما ان شاء الله کامیاب میشن به خاطر که دکتر سبایی افغان کسایی که کشور ما هستن زیاد فوکس میکنن، زیاد درس میخونن، زیاد یک قسم زحمت کش هستن. الحمدلله که خیلی فسیلیتیز کم اینا امتحان میتونن میرن. حتی در کشوری که اونجا هیچ سنتر نیست افغانستان، ولی یک باکس کشور دیگه میرن که هیچ شناخت نداره اونجا، ولی میرن به یک هدف که میخواین امتحان بدن. واقعا یک جای افتخار است به کلی. دیگه بعد از اینکه امتحان بدین استپ 1 اند گیم نیست که کل که خلاص شد. دیگه استپ 2 هم تو استرس داره، استرس خلاص نمیشه. یوسملی من مخاطر گفتم براتون موتیویشن همیشه نیست که تو استپ 1 بتی خول چه کنم، ولی استپ 2 است مثلا. اما قدر 14 سال یول باز اصلا کل سباید بخونی، کل سباید امتحان بی بتی با فریمنتوری باید باز بتی. اما قسم سلف اسسمنت ها هست باز امتحان خود بکنی کنیم خود پیسیت مصرف میشه. هدف ما اینه که وقتی که تو قدمت میمونی می خود راه یوسملی همین چالنجز است 100% است. هیچ کس راه آسان نیست، همین براتون میگم. ولی اما قدر با ریوارد هم داره. وقتی که اونجا میرسی ان شاء الله که اگر کسی که عزم و اراده قوی سعی داشته باشه میتونه که مثلا برسه جای برسه ان شاء الله. و دکتر سبایی که سوال دارن داکومنت میتونن شب کنن که درباره کدام موضوع ما ویدیو جور کنیم به خاطرشون. تو اگر راهنمایی شه و خوش دارم که راهنمایی شه به خاطر که پروسه ما طی کردیم. اگر راهنمایی نشه آدم زیاد مایوس میشه. به خاطر هر مشکل باشه، هر قسم سوال باشه ان شاء الله شما سمیتونین مسیر میتونین. بازم اگر خدا کنه کمی مفید واقع شده باشه. اگر چیزهای اضافی گفته باشیم با بزرگواری خود ببخشید، اگر چیزای خوب گفته باشین ان شاء الله که تشویق شما زیادتر به ما خوب انگیزه میده که دوام قسم کارهای خدمتی رو بکنیم به شما. دیگه موفقیتتون رو میخوایم. السلام علیکم.